زبان فارسی بهترین. دیگر زبان‌ها ترود نه؟ هم ترود نه هم زیک. دیدید بهترین انسان عباس روادی. من عباس روادی. شما عباس روادی. عباس روادی. شود که پایان زنده باشن. خداوند نگهبانی اکاهم. من اکا عباس. نه. هم تو یک گاز میته ماسچوی کوی میداری. فهمده؟ عینی برومده. اگه دیگه کاتگی نکنه دیگه. شهر خودتو برو ولی نکن. فهمیده؟ چند؟ نول گفت از نول. برای چی ده خونه دوتا سه تنور؟ پس نمیزنه بودم. نه نمیزنه. و داشتی سه نمیزنه دایی. انا ملدی. در همین جاهای هم بازی های بوسکشی میشد یا نه خیلی؟ الاغ مده. الاغ بسیار میشه. همون جایی که از زمین لرزه که به نزدیکی شده گذشت مرکزش همین جا بود و مردمانش بسیار ضرر دیدگی بودن. در زمین جمعی شدن یا؟ در زمین جمعیش اینجا همون وش شدن. از خونه برآمدی کلک در دستت. مادرم جان و دلم به تو جهان را چا کنم. شو میگیرن آب مفرد برای چی گوته؟ بس سازان؟ اصلا بارونگه با مزه باد. اکا عروی همون گفته همون پیری همون آهنگرا ده مثلا همون آدم ها. یک گوشه دل در کوهستان مسجو مونده ایستاده است. های داده وای داده دلم گم میزند. از ما خیانت میکند آن یاری به وفا. بله سلام علیکم. یا جان خودی اون در نماز میرم من در کالا تموم شد دیگه. دهه به شب تاریخ زیاده از 1000 ساله دارد. یک روبوت دیگه داینک ما بچه‌ها. السلام علیکم. کجا میره؟ ماشو میرم خدا. ماشو کوهی؟ یک رویم بیم. شنه برفتین. شما نذکو؟ زندگی سازی؟ آرام. تیار می؟ همه 100%. انیق میره؟ انیق میرویم تمام. حالا هم نروی؟ نه میریم. میره؟ تمام. زغ نمیشه. خدا نگهبان هر دیمو. زغ نمیشه. نه انیق. انیق. برفتم نمیکنه. نه میریم داوود گاش میلوبم توشکو. شما نازی؟ نه رحمت کن. ناس خورفته؟ ناس خورتم کن. چی باشه؟ از خوش کرده صحبت کنه کو. سلام علیکم دوستان عزیز. ما با اکای عباس رهسپار هستیم و ناحیه مسجح در دهه تومین قرار داریم. نو از تومین گذشتیم به فکرم. اینجا یک سیاح خارجی رو دیدیم که هم زبان روسی رو میدونن هم تاجیکی رو، اما خودشون از کانادا هستند. شما تاجیکی از کجا یاد گرفتین گفته؟ 15 سال پیش در دانشگاه زبان فارسی خواندم. کدام دانشگاه؟ کدام دانشگاه؟ در آمریکا. در همون آمریکا زبان فارسی خواندم. آمریکا در دانشگاه ایندیانا. چی شما رو وادار کرد که مخصوص زبان فارسی خوانده باشید؟ برای چی زبان؟ برای چی؟ در دانشگاه من در کار 2 سال زبان در کار. و من زبان های دیگر
زیگ زبان فارسی بهترین دیگر زبان‌ها ترود نه هم ترود نه هم زیگ دیدید بهترین انسان خودتون از کانادا هستید از کانادا خب آفرین دیدید باعث افتخار کردن است که زبان تاجیکی ما رو در آمریکا از خود کردگی هستند باور کنید من امروز در ناحیه‌های دوردستی ما در ناحیه‌های کوهستانی ما سیر و گشت دارن تماشا دارن сейчас پوتخین دید پیدا امروز به تقابی پوتخین نه شما پیش از اون که یک جا قدم میمونید اول میبینید میسنجید یک جا رو معقول میکنید بعد میبینید در همین دره کجاها بهترین جای‌های هستند که برای ما توصیه میتید که رفته باشیم به فکر من دره پداسک دره والهوند هم یک جای تیشخ اکبر تیشخ هست پیریخ کلان هم هر روز چوپون از دیگری ماسچو به طرفی دشت زیارت در پیریخ اکبر خیلی بلنده اما خطرناک نیست جای زیبا من در آنجا یک سال پیش در آنجا بودم بوده سلامت باشید شما الان دوم مرتبه اینجا هستید دوره دوم مرتبه اونجا هستید یا باری دوم اما یک سال پیش با تاکسی رفتم حاضر این سال 100% پیاده سلامت باشید برای چی پیاده گفته شدن که ما پیشنهاد کردیم که کمک بریم گفتن که نه من نقشه کشیدم که پیاده باید روم بعد برای چی نوار کردیم که مرا شناختن راستیگه هم خدا شاهد است و هم خودشون شما در حقیقت گفتید که مرا شناختید نه نفهمیدم وی uznali меня نه شناختید در کجا دیده بودید از یوتیوب در کدام دهه در کدام دهه تماشا کردید در کدام دهه از کانال یوتیوبی شما هم ارتوچ هم رواد هم با یک توریست نه هم شما با یک خاص سیاه نه عباس روادی من عباس روادی شما عباس روادی ایوان نیوز نلیشتاری حاضر میدادم عجیبی کار من شناختم اکو عباس نه فرمشون سال دیگر ده فرم کمتر دیگر عباس ها اونجا بر ریش کتی بودن سلامت باشید دیدید نوار ارتوچ تماشا کرده بودم من رو در حقیقت شناختم به همین خاطر فرامدیم نوار کردیم یعنی من امروز خرسند هستم که نوارهای ما رو کم کم از خارج هم تماشا میکردن به همین خاطر من خدا خواهد نمیستم حرکت میکنم که جایهای تماشاباب و جایهای دیدنی وطنی عزیزمون رو نمایش داده باشم درباره ما باشید به کانال ما اعضا شوید که ما یک کانال موفق و مظفر رو در وادی زرافشان تشکیل کرده باشیم من راستیگه سخت خرسند شدم و شما یک جهان تشکر سلامت باشید نواری ارتوچه که میگوید نه وکک همین سحری آخران قسمش پرتوفتن با همون سیاهی که دیدید ما در از ارتوچ گذشته کل علاویدین گذشته اعضا شوید دوامش تماشا کنید کل علاویدین رفتگی بوده رفتگی بوده نه بعد علاویدین من با اسکندر کو نه در ایمات که این ورمیتان ایمات بالای پسرود بالا فهمیدم همونجا همون قسم علاویدین که تفر آمده ده بهترین کجاهای تاجیکستان شما سیر کرده با کجا پامیر یک بار در پامیر هم رشت هست باغ بوتانیکا در دهه جعفر در اونجا بودم هم کامراب راتا کوههای فان کوهستان مسجد هم یگناب سلامت باشید یگان مراتبه شما رو یگان کس آزار نداد اذیت نداد یگان جا مشکلی نکشیدید خیلی مشکلی نیست نه یگان کس خلل نمیرسوند برای سیاحی کردنتون خاصگر نه تنها آسان تر است سلامت باشید نامتون چی از نامتون کریستیان از کانادا سلامت باشید برای دیگر هموطنان خودتون چی گفتن میخواهید میارزد که تاجیکستان بیایند برای تماشا میارزد یا نه شما من فکر میکنم که البته میارزد میگوید زیرا که الکی میگوید بار دوم هستم در تاجیکستان اگر پشیمان میشدید نمیمونید با زبان تاجیکی یا زبان روسی سیاح به تاجیکستان آسان است به زبان کم مشکل سلامت باشید برای کار شما با یک جان تشکر زنده باشد من خرسند شدم سلامت باشید خب یگان خدمت باشد ما کنیم
سلام خب با شما شناختن توریست شناخت بلا بودی ها بالا قانزنه من باوری نداشتم که میشناسد دیگه چه تاجیکستانی ما دیگر جاها هم تماشا میکنم من شما برای کی نرویم تماشا نکنیم بله سلام دوستان عزیز برای گذشتن سرحدی قزاقستان با هم دیار خودمان مراجعت کنید رقم هایی که در زیر اکران ها میبینید اکوی مراد بیگ هستند همه وقت در خدمت شما بودند و هستند و میمانند زنگ زنید از سطح و صفت کاریشان از خودشان پرسان شوید از شرط و شرایط راه و برای حجت گذاری های شما نیز دستی یاری دراز خواهند کرد حتما زنگ زنید از خدمت رسانی های همین برادر استفاده برید و از نام ما سلام گفته باشید و اینجا یک برادر عزیز دیگر خلدیلنیک و سیرالنی ماشینه ها رو از روسیه روانه میکنند و در تاجیکستان به فروش ماندگی هستند هر کسی که همین گونه تجهیزات ها لازم است زنگ زنید خریداری کنید نرخ و نوایش صفت و سطح و صفتش رو همش از خودشان پرسان شوید رقم هایی که در زیر اکران ها میبینید رقم های ان همین برادر است برادر با نام پرویز هستند از دهه بهار جماعت دهاتی لایق شیر علی زنگ زنید پرسان شوید خریداری کنید و استفاده برید هر سحر میخیزم و یادم به یادی مادرم گل به گل میپیچد و جیگر کبابم مادرم مادرم جان و دلم به تو جهان را چا کنم مادرم جان و دلم به تو جهان را چا کنم همه میرم با تو من دیگران را چا کنم هر سحر میخیزم و یادم به یادی مادرم گل به گل میپیچد جیگر کبابم مادرم گل به گل میپیچد جیگر کبابم مادرم گذر میکردم خطرهای خوش کردن نظر میکردم خشتمانی نفس دامارد دوست میدارد خشتمانی گنده خدا بردارد از خانه برآمدی و دست کرداندی خشتمان تر از ویچی که من ماندی یه چفتوری برون پیشتی شخی خرسخانه اشتاک شماییم برون از خانه چفتوری برون پیشتی شخی خرسخانه اشتاک شماییم برون از خانه خدی زرانه گذر میکردم دخترهای خوش خدا نظر میکردم قوت برم به پادبانی دختر عاشق شده‌ام دونی ندونی دختر خط کنم به شوخی گوهد بندم خطایی من نخونی اگه با عباسون یک تا برای بچه شوق خونه حالی بگیرم بالا بوله شما تشنه ما اول یک تا برای بچه شوق گیرم مالشو من همین طرف کنم چی کارا چیزی که هست همش هست تو در 6 کیلومتر حاضر تا سرحدی درآمدی ماسچو چند کیلومتر چند کیلومتر نه تا درآمد آوردن سرحدی لویه کیلومتر دیگه
36 ده 36 از همینجا تا درونی ماسچو 36 کیلومتر بچه شود کی آبردان پایان یک قشنه اینجا شود کی پایان شود کی پایان انا از دل ما رو با یک پیاله چای و سری کدام یک معرکه دعوت کردیم سودان خدا خود می‌دارم یک برده نانی شود کی پایان بگیریم همه جا عینی است من خدا و شکر 36 کیلومتر دیگر مونده است تا به سرحد بین ناحیه‌های عینی و ماسچوی کوهی تا کجا نون نصیب تقدیر کرد رفتم بگیریم آهسته آهسته سلامت باشید هزار رحمت خوش آمده سلامت باشید خوش آمده هزار رحمت شما برای حرمت و احترام شما شوید برادر عزیز کابوس بدریم معرکه یک تا گرین از بخشش ده شده نه گام نه بملل آره بچه شاید بملل طرف سبزه کرده سیرو خجان دیا باوینه دل را چون معجزی سای بلند داد زنگیره هیچ که شده حیران سخنهای تجانا آله بگویا با خدیشم شد گذشتی سوی گلشن خوری و فیغان شد نرگس پی نظاره شد دیده سراپا از بحری تماشا سری زلفی تو اسیرت رستن نتواند زنجیر بود هر سری پامای جنون را سان زلفی مترا برای اکایی چی بود؟ برای همدیگانی شود کی پایان شود کی پایان زنده باشن خداوند نگهبانی اکام سلام زنده باشید خب راستی که برای ما خیلی خوشایند است که در بعضی منطقه ها میرویم میگن که ما اعضای کانال شما هستیم من برادرای گفتن که ما در کانال شما اعضا هستیم من یا خواهش میکردم که هر شخصی که از همین وادی است از همین ناحیه های عینی و ماسچوی کوهی است اگر اعضای کانال ما باشه در زیر کامنتر نویسید برای ما یک الهام و روح و توزیع میبخشد و اون شخصایی که اعضا نیستید حتما اعضا شوید که همدیار هستیم هموطن انمون آبهای چشمسار و آبهای پریخ‌هایی که در کوهسارهای شما آب شده و میریزد از پای ما نوش جام میکنیم زنده باشید هموطن سلامت باشید خوش آمده یک جان تشکر رفتیم اکای عباس رفتیم با مقصد آنه که سرودهای اکای عباس زیادی بد نشود ما بعضی سرودها رو از شود کی پایان و از دیگر دهه ها جای میدهیم در کانال صدای کوهستان که آن هم کانال خودی ما است میتوانید مخلصای اکای عباس در آمده و در آنجا تماشا کرده باشید سلامت باشید هزار رحمت همتون یک جان تشکر زنده باشید رحمتی کلام شما بیان زنده باشید سلامت نگوید ملدیس آفرین اون اکا عباس هم تو یک گاز میته ماسچوی کوی میداری فهمده؟ عینی برو آمده اکو دیگه کتگی نکنه دیگه شهر خودتو برو ولی نکنه فهمیده؟ اکو دیگه کتگی نکنه داله اگر با به اون شهر یک چشمه را یک چشمه با فهمیده؟ اینجا کجا؟ اینجا کجا؟ ماسچوی کوهی فهمیده؟ کجا گفته؟ ماسچوی کوهی پستر گید آها بیشوخی ماسچوی کوهی نمخی انا که هر یک قدم دونستم اون ناکا فهمیده؟ تمام در سری من نیست شد سودای کوهستانی مزشا خواهم از 6 سو بود احیای کوهستانی مزشا خواهم از 6 سو بود احیای کوهستانی مزشا بوی هلگو بوی کاکو بوی کمچو بوی هشون بوی هلگو بوی کاکو بوی کمچو بوی هشم
جنت آید از هر کوهی کوهستانی مزشاه بوی جنت آید از هر باغی کوهستانی مزشاه کنده با بل و کلندش خلقی ما سجوی و کاره میکشد نوری چراغ از سایه کوهستانی مزشاه همچنان با سنگ می جنگد پی یک بردنانش میبرد دریا ولی تلای کوهستانی مزشاه میبرد دریا ولی تلای کوهستانی مزشاه ما که امروزیم باید همچنان سوزیم سازیم گل کند فردای ما فردای کوهستانی مزشاه گل کند فردای ما فردای کوهستانی مزشاه بوی هلبو بوی کاکو بوی کمچو بوی هشم بوی هلبو بوی کاکو بوی کمچو بوی هشم بوی جنت آید از هر کوهی کوهستانی مزشاه بوی جنت آید از هر کوهی کوهستانی مزشاه بوی جنت آید از هر باغی کوهستانی مزشاه ستاره روز پشمه براد یا پروینه سوزی دلی عاشقون نمیشد تسکین های پروین توی ستاره روزمایه به دل توی عاشقی جان سوزمایم های قدیارم نیحالکی ازاره رحم رود زمین نیابد آزارهای صد بار نورم جوره بقاش قلمت در کنج دیلم نشست داغ علامت های من صدقه شوم چشمای جادوی تو رایای رخساره سرخ و آلبالوی تو رای مردم به خدا برای نام بیبی جون و دلی من فدای نام بیبی با این همه کر فرمنی کج تاقی کج محسی شوم به پای نومی بیبی های یک ره به هوای چشمه عبدالله نوشابی صفای چشمه عبدالله در سینه من زمزمه شری تر است
از زمزمه های چشمه عبدالله مست شاه بمورم آبی مصفا دارد خوشبخت کسی کی در برش جا دارد من خاکی رهی کسی شبم دادر با خاکی دیاری خود تمنا دارد هر کس کی به مست شایی کهن پامونده مجنون بوده ساد در راهی لیلا مونده من جونی غریبم برم دل ورزین بیچاره دلم در راهی مست مونده من در رهی دور یار در مدرش کرد دو دیده این تیزار در مدرش کرد دل ناله کند کی کی روم پیشکی یار جونم بگیرد قرار در مدرش کرد ما تو به دهه مدروشکد آمدیم. شب شد. در خانه ان همین برادر عزیز تاجدین شب رو سحر کردیم. سحر از استاد عزیز که آوازشان رو حاضر شنیدید از عزیز خوجه شادی دیدن نمودیم و در اینجا در راه بلاند ماشینی ما که کفیده بود از انمی استخانه که میبینید از امکی محترم از خدمت رسانیشون برخوردار شدیم و سحر رهسپار شدیم. باقی مانده نواری سفری ما رو میتوانید در کانال اعضا شوید و انتظار قسم دوم باشید.